هارون فرخ فرشته نبود، به زمشک و زنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافته نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. پدر من هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران بودن، رادیولوژیست بودن. سال 66 فکر کنم اسفند 66 سومین یا چهارمین موشکی که عراق زد خورد تو منزل ما. همون موقع توی کمر مادر بنده سر سجده نماز بودن ترکش رفت. ضرری که متعصبان ایران دوست به ایران زدن بیشتر از ضرری بوده که دشمنان ایران به ایران زدن. متعصبای ایران دوست که علم و آگاهی و اطلاع در مورد تاریخ کشورشون نداشت. مؤسسه خیریه نیک بهمان جمشید سال 1394 پروانه فعالیت از سازمان بهزیستی گرفت. شاید بودن این اسم جمشید یک خود کنترلیست که زمانی که یک کار خوبی انجام دادیم فکر نکنیم کار بزرگی کردیم، وظیفه‌مون رو انجام دادیم. فکر می‌کنم 5 سال دیگه شما با اشکانی طرف هستید که میتونه صحبت بکنه که در مورد مثلا تجهیز هنرستان‌های کشور یک حرف جدی با تحلیل عمل کرد، با گراف‌های خوب، با تعریف از یک سوشال ایمپکت، یک خلق ارزش اجتماعی داشته باشه.